سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو ویدیو قبلی در مورد لوگو هش صحبت کردیم، یه سری از مشخصات کلیش رو با هم بررسی کردیم و خدمتتون عرض کردم که به صورت پیش‌فرض حالا اینجا ما CPU 1224 رو داریم، ولی خب فرق نمی‌کنه، همه CPU ها 8 تا ورودی دیجیتال دارن و 4 تا هم خروجی دیجیتال که از اون 8 تا ورودی دیجیتال 4 تاشون میشه به صورت آنالوگ استفاده کرد. اما اگه توی کاربرد ما به تعداد ورودی خروجی بیشتری نیاز داشته باشیم، راهکارش استفاده از ماژول‌های افزایشیه. اینجا من یه دونه ماژول افزایشی دارم که میتونیم به لوگو هشتمون اضافه کنیم. حالا من بچرخونم که تو تصویر داشته باشیم. در قسمت سمت چپ لوگو هشت محل اتصال ماژول رو می‌بینید که اینجا تو در واقع خار داره، این پایین هم یکی داره و این قسمت هم محل اتصال سوکتش هست که سوکت ارتباطیشون انجام میشه و می‌بینید که این ماژول هم دقیقاً به همین شکل کنار هم قرار میگیرن، دو تا خار، یک خار و این هم سوکتش هستش که به این شکل خارج میشه و در واقع به لوگو هشت وصل میشه. حالا اگر من بخوام که تعداد در واقع ماژول بیشتری رو به لوگو هشت متصل کنم، باید چیکار کنم؟ میتونم بیام سمت چپ این، میبینین که باز دوباره محل اتصال هست و میتونم ماژول‌های بیشتری رو بهش اضافه کنم. ماژولی که من اینجا دارم یه ماژول در واقع DM16 هستش که 8 تا خروجی رلی داره و 8 تا هم ورودی دیجیتال. خروجی‌های دیجیتال رلی و ورودی‌های دیجیتال، 8 تا ورودی 8 تا خروجی که جزو ماژول بسیار پرکاربرد لوگو هشت زیمنس هستش و چون این لوگو هشتی که خدمتتون معرفی کردم در واقع نیاز به منبع تغذیه داره، منبع تغذیه سمت چپش نصب میشه، یعنی روی تابلو برق منبع تغذیه سمت چپ نصب میشه و ماژول ها سمت راست. اگر قرار باشه که ماژول بیشتری هم اضافه بشه، به همین شکل ماژول ها کنار هم متصل میشن تا بتونیم به نیازهای فرآیندهامون پاسخ بدیم.